داداش جان. مادر شما چند سالشه؟ حدوداً 62 سه. خب ما چند ساعته که دنبال همچین خانومی میگردیم که 60 خورده ای سالشون باشه. ما یه چالشی با شما داریم. زنگ بزنید به مادر محترمتون بگید که دم عید من نمیرسم، میخوام شما رو بذارم سالمندان. خواهیم ببینیم واکنشش چیه. داداش. چالش دیگه بعدش میگیم که چالش. الو. ماما یه چیزی میخوام بهت بگم. شب عیده میخوام بریم مسافرت. زنم کفرین کرده. گفتش خب اگه ناراحت نشی یا میخوام بذارم خانه سالمندان یه چند وقتی اونجا باشی. آخه پسرم مگه من چیکار کردم؟ مگه بچه‌هات هم نگه میدارم، کمک حالتون هستم، مگه نمیذارم شماها اذیت شی؟ شب عید پسرم خدا رو خوش نمیاد. من باید چیکار کنم آخه؟ مردم میاد، مهمون میاد. دورت بگردم مامان. شوخی کردیم چالش بود.